بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول لا نبی بعده. این حدیثی که امروز به شما میرسانیم درباره آداب است. رسول خدا مرحمت میکنند: اتقوا فرصة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. رواه الترمذی. این حدیثی که امام ترمذی روایت میکنند در کتاب خود، رسول خدا اینشون مرحمت میکنند: شما از فراست مؤمن خود را نگه دارتان، چون که مؤمن آدم با نور پروردگار نظر میکند. گاه فرزندهای طلبه های به آدابی کرده ماندنشان، دل اهل علم را رنجاندنشان، دیگر مؤمن انسان های با به آدابی خود رنجاندنشان، این چیز کاری نیک نبودنشه. همون انسانی که این انسان با این فرزند با این طالب با نظر دل رنجان نظر میکند، فهمد که این نظر اهل علم یا که نظر کهنسال، این نظر دیگه مؤمن برای به آداب این فرزند این نظر نیک نمیشد. این انسان عوض این با دل سیاه قلب سخت را میگرفته است. برای همین مؤمن آدم هیچ وقت دیگه مؤمن آدم دلش نرنجاندن با و دیگه انسان هم این انسان با چشم بد نظر نکردن حرکت کنیم، چون که هر نظری که در طیفه دوست ما به نظری بد نظر میکنیم و نظری ما برای وای برادر ما زیان میشده است و انسان و طالب علم و دیگه دوست ما یا دلش سخت شدنش با دعاش اجابت نشدنش با همین چیز بلکه سبب میشده است. برای همین برادرها اولا دل دیگران نرنجاندن با مواد رنجانیم عذر پرسیدن با حرکت کنیم، چون که مؤمن آدم خطا کردش ممکن، لیکن مؤمن آدم هیچ وقت خطا کردگیش تن نگیرده عذر پرسیدن کردن کج نمی کند. این چیز کردن کج نکردنش البته نشانه مؤمنی حساب میشد. السلام علیکم و رحمت الله.